سلام، صبح شما بخیر. سرخط خبرهای امروز. آغاز پرداخت حقوق تیر ماه بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی از امروز. مرحله سوم طرح کالابرگ هم برای دهک‌های چهارم و پنجم از فردا آغاز و به ازای هر نفر 350,000 تومان پرداخت می شود. انتقاد وزیر امور خارجه از موضع جانبدارانه برخی کشورهای اروپایی در توجیه اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی و آمریکا. آقای عراقچی: تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران نقض فاحش اصول منشور ملل متحد و حقوق بین الملل بود. و کشتار 116 فلسطینی در شبانه روز گذشته از جمله 38 تن در صف دریافت غذا. اهالی کرانی باختری و مردم اردن در اعتراض به جنایات اشغالگران تظاهرات کردند. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. صبح شما بخیر بینندگان عزیز و ارجمند. با مشروع خبرهای ساعت 8 همراه شما هستیم. سخنگوی طرح کالابرگ از تامین منابع و آغاز مرحله سوم کالابرگ برای دهک‌های چهارم و پنجم درآمدی خبر داد. به گفته خانم دبیری در این مرحله از طرح به ازای هر یک از افراد مشمول 350,000 تومان به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود. گام دوم از مرحله سوم طرح کالابرگ الکترونیکی برای دهک‌های 4 و 5 از دوشنبه هفته جاری 30 تیر ماه و دهک‌های 6 و 7 از هفته آینده 6 مرداد ماه برای سرپرستان خانوار شارژ خواهد شد. سرپرستان خانوار با مراجعه به فروشگاه‌های متصل به طرح کالابرگ میتونن اعتبار خودشون رو خریداری کنن. آغاز پرداخت حقوق تیر ماه بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی از امروز. این حقوق شامل مستمری و مزایای جانبی برای حدود 5 میلیون نفر بر اساس حروف الفبا از طریق بانک‌های عامل در 72 ساعت پرداخت خواهد شد. بر اساس اعلام سازمان تامین اجتماعی برای جلوگیری از اختلال در سامانه‌های الکترونیکی، دریافت فیش حقوقی از طریق سامانه خدمات غیر حضوری به نشانی es.tamin.ir و یا برنامه تأمین من از ابتدای مرداد امکان پذیر است. دست کم تا یک هفته آینده منتظر خنکی هوا نباشید. این را سازمان هواشناسی پیش بینی کرده. جزئیات بیشتر رو کارشناس این سازمان توضیح میده. خانم جعفری سلام، صبح شما بخیر. یعنی اینکه تا یک هفته آینده همچنان هوا گرم باقی خواهد ماند؟ متشکرم. سلام عرض میکنم حضور شما سرکار خانم حسینی زاده و بینندگان محترم. نه تنها خنک‌تر نمیشه بلکه گرمتر هم میشه و پیش بینی میکنیم که افزایش محسوس دما رو در بیشتر مناطق کشورمون شاهد باشیم تا روز چهارشنبه که افزایش دما رو خواهیم داشت. حتی در بخشایی از کشورمون، مناطقی از استانهای ایلام، خوزستان، بوشهر، بخشهای جنوبی استان فارس و مناطقی از استانهای کرمان و سیستان و بلوچستان دماهای حدود 50 و بالاتر از 50 درجه رو خواهیم داشت. انتظار داریم که تا پایان هفته همچنان استقرار الگوی گرم تابستانه رو در سطح کشورمون شاهد باشیم. اما در مورد وضعیت بارندگی باید خدمتتون عرض کنم که نقشه ها نشون میدن که در 24 ساعت آینده بارش‌هایی رو به شکل خفیف و پراکنده در مناطقی از شمال غرب کشورمون، بخش‌های شمالی آذربایجان غربی و همچنین ارتفاعات البرز شاهد باشیم. در مناطقی از جنوب شرق کشور، بخش‌هایی از ارتفاعات کرمان، ارتفاعات مناطق شمال و شرق هرمزگان و ارتفاعات جنوب سیستان و بلوچستان هم احتمال بارش‌های رگباری پراکنده و رعد و برق به ویژه در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب وجود داره. در سایر مناطق کشور پیش بینی می‌کنیم که همچنان جو آرام و پایدار تا پایان هفته تداوم داشته باشه. در مورد وضعیت وزش باد هم خدمت
خدمتتون بگم که تا فردا در بخشای شرق و جنوب شرق کشور، شمال شرق، مناطقی از استان‌های خراسان جنوبی، خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان و بخشای شرقی استان کرمان افزایش سرعت وزش باد و خیزش گرد و خاک رو خواهیم داشت. هشدار سطح نارنجی صادر شده. احتمال طوفان گرد و خاک و طوفان شن در بخشای شمالی سیستان و بلوچستان به ویژه در منطقه زابل وجود داره که منجر به کاهش کیفیت هوا و کاهش دید در این مناطق میشه. علاوه بر بخشایی که خدمتتون عرض کردم، در مناطقی از مرکز و بخشایی از جنوب غرب کشورمون، دامنه‌های جنوبی البرز هم گاهی افزایش سرعت وزش باد و احتمال خیزش گرد و خاک وجود داره. از همراهیتون سپاسگزارم. سرکار خانم حسین زاده در خدمتتون هستم. خیلی متشکریم از شما خانم جعفری. زلزله به بزرگی 5.1 ریشتر در عمق 10 کیلومتری زمین فاضل‌آباد از توابع شهرستان علی‌آباد کتول در استان گلستان را لرزاند. این زلزله ساعت 1:07 بامداد امروز در همه شهرهای گلستان به شدت احساس شد. رئیس جمعیت هلال احمر استان گلستان گفت بلافاصله پس از اعلام زمین لرزه تیم‌های ارزیاب هلال احمر به منطقه اعزام شدند. آقای غریب آبادی گفت هیچ گونه گزارشی از خسارات جانی یا مالی دریافت نشده، اما ارزیابی میدانی ادامه دارد. عضو شورای عالی فضای مجازی در برنامه گفتگوی ویژه خبری با اشاره به نقش کلیدی ایران در معادلات جهانی گفت مفهوم ایران عامل بسیار بزرگی در وحدت کشور است و ایران امروز نماینده و نایب آزادیخواهان جهان است. آقای زرقامی تاکید کرد با وجود اینکه دشمنان در جنگ اخیر از آخرین فناوری‌ها بهره گرفتند، اما شکست خوردند. ما 3 نقطه قوتمون خیلی خوب خودشو نشون داد. یکی مردم بودم که رهبری چند روز پیش که فرمایش کردن فرمودن با هر لباسی، پوششی و هر اعتقادی، هر چی که شما بگید تصور نمیشد که این انسجام و این وحدت ملی به عنوان نقطه قوت واقعا خودشو نشون بده. این نقطه قوت ما بود. یه نقطه قوت ما موشکی بود. ما موشک‌های دوربرد با دقت بالا، با تخریب بالا، به تعداد کافی، اینها رو با هدایت رهبری معظم ما سمتش رفتیم و موفق بودیم. قطعاً اگر توانمندی موشکی ما نبود، به خصوص در 1-2 روز آخر و با ورود موشک‌های مثل سجیل که مثل باران گسترده میشد منطقه‌ای که مورد اصابت قرار می‌گرفت، اینا بنابر آتش بس قطعا نداشتن. اینا اصلا اومده بودن که از نظر خودشون کار رو تموم کنن. حتی نتانیاهو 2-3 بار اعلام کرد که این جنگ دراز مدت طولانیه. دیدن نه، اصلا نمیشه دووم آورد و اگر نبود توان موشکی ما واقعا مسائل دیگه‌ای پیش می اومد. و نقطه سوم رهبری است. وزیر امور خارجه با انتقاد از موضع جانبدارانه برخی کشورهای اروپایی در توجیه اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی و آمریکا هشدار داد، چون این رفتارهای موجب عادی‌سازی و ترویج قانون شکنی و تشدید ناامنی در منطقه و جهان می شود. آقای عراقچی در گفتگوی تلفنی با همتای سوئیسی تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران را نقض فاحش اصول منشور ملل متحد و حقوق بین الملل برشمرد و بر ضرورت موضع‌گیری قاطع همه کشورها در محکومیت این قانون شکنی آشکار و پاسخگو کردن متجاوزان تاکید کرد. وزیر امور خارجه سوئیس هم در این گفتگوی تلفنی حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران را خلاف مقررات بین‌المللی عنوان و بر اهمیت تداوم تلاش‌ها برای جلوگیری از تشدید تنش و ناامنی تأکید کرد. منابع فلسطینی اعلام کردند 116 فلسطینی از 24 ساعت گذشته در نوار غزه به شهادت رسیدند که 38 تن آنها افرادی بودند که در تیراندازی نظامیان صهیونیست در اطراف مناطق توزیع کمک‌ها شهید شدند. همزمان رسانه‌های عبری هم به نقل از یک منبع نظامی گزارش دادند یک افسر و سرباز اسرائیلی بر اثر انفجار بمب در خودرویشان در جنوب نوار غزه زخمی شدند.
گردانهای شهید ابوعلی مصطفی نیز تصاویری از حملات موشکی خود به مقرهای فرماندهی ارتش رژیم صهیونیستی در شهرک‌های ناهال اوز و زکیم نزدیک مرزهای نوار غزه منتشر کرد. گردانهای قسام تصاویر جدیدی از عملیات‌های انجام شده مبارزان خود علیه نیروهای اشغالگر اسرائیلی که به شهر جبالیا در شمال نوار غزه پیشروی می‌کردند پخش کرد. در این تصویر رزمندگان یک تانک مرکاوا را با موشک و تانک دوم را نیز با بمبی با قدرت انفجاری بالا هدف قرار دادند. در این عملیات‌ها شمار زیادی از نظامیان صهیونیست به هلاکت رسیدند و تجهیزات آنها نیز منهدم شد. بتعدي على البلاد لو ما نصداش الهم تعالوا تعالوا فلسطینیان با برگزاری تظاهرات در شهرهای رام الله، جنین و نابلس در کرانه باختری حمایت خود را از مردم غزه اعلام و ادامه جنایت‌های رژیم صهیونیستی را به شدت محکوم کردند. تظاهرات کنندگان در رام الله شعارهایی در حمایت از حماس و مردم غزه سر دادند. همزمان رسانه‌های فلسطینی از فراخوان‌هایی برای اعتصاب عمومی در سراسر کرانه باختری در همبستگی با مردم غزه و اعتراض به سیاست‌های گرسنگی و محاصره خبر دادند. همچنین هزاران نفر از مردم اردن در اعتراض به کشتار و نسل کشی مردم غزه در عمان پایتخت این کشور تظاهرات کردند. معترضان ضمن اعلام آمادگی برای حضور نظامی و کمک به ساکنان غزه از دولت‌های عربی و اسلامی خواستند برای مقابله با جنایات رژیم صهیونیستی اقدام عملی کنند. ولأنهم شعروا أنهم لا يوجد أمامهم أي قوى إن المقاومة في غزة هي خط الدفاع. 40 سال انتظار به سر آمد. پیکر مطهر شهید جمال دلایی میلان، شهید سرافراز دوران 8 سال دفاع مقدس، از طریق آزمایش DNA شناسایی شد. قرار است پیکر مطهر این شهید 10 مرداد در شهرستان پلدشت استان آذربایجان غربی تشییع شود. امروز به منزلی اومدیم که خانواده‌اش 39 ساله منتظر بازگشت پدرشان هستند. وقتی که پدرم به جبهه رفتن 1 ماهه بودن، اصلا پدرم رو ندیدم و سال هاست که چشم انتظار پدرم هستم. بله،
خانواده شهید جاویدالاثر جمال دلایی میلان در 20 مرداد ماه سال 1364 به جبهه‌های حق علیه باطل اعزام شده بود و در 24 اردیبهشت ماه سال 1365 در منطقه حاجمران به درجه رفیع شهادت نائل شده و 39 ساله که به آغوش خانواده‌اش برنگشته است. مادر مرحومم میگفت پدرم که وقتی میخواست بره جبهه گفت از این فرزندم مراقبت کنید. در این روز این خانواده یک مهمان عزیزی هم داشت. آمدیم الحمدلله یه خبر خوب به شما بدیم. خب پیکر عزیز شما الحمدلله پیدا شد و با آزمایشات DNA شناسایی شد. یه چیز فهمیدیم که این که گفتن آذربایجان اویاختی انقلاب دایاختی یه واقعیتی و این به برکت حضور و وحدت همه اقوام و مذاهب در اینجاست و الحمدلله یکی از مصادیق بارزش شهید دلایی میلان هست. قرار پیکر مطهر شهید جمال دلایی میلان در 10 مرداد ماه سال جاری در شهرستان پلدشت تشییع و در زادگاهش روستای پرناک به خاک سپرده شود. ما هرچه داریم به برکت خون پاک شهدا و همین خانواده معظم آنهاست. ناصر منصوری، خبرگزاری صدا و سیما، روستای پرناک شهرستان پلدشت. رئیس کل دادگستری فارس از تشکیل پرونده قضایی و آغاز تحقیقات درباره حادثه واژگونی اتوبوس حامل زائران مشهد در محور کوار خبر داد. آقای رجایی نسب تاکید کرد بررسی دقیق صحنه، شناسایی مقصر یا مقصران احتمالی و برخورد قانونی با هر گونه کوتاهی یا تخلف احتمالی با جدیت پیگیری می شود. بر اساس اعلام اورژانس در این حادثه تاکنون 22 نفر کشته و 36 نفر هم مجروح شدند و مصدومان به بیمارستان‌های فاطمه الزهرا کوار، نمازی و رجایی شیراز منتقل شدند. در پی این حادثه معاون اول رئیس جمهور در تماس تلفنی با استاندار فارس خواستار رسیدگی فوری به وضع مصدومان تا لحظه آخر و بررسی دقیق ابعاد حادثه شد. آقای عارف بر لزوم پیگیری دلایل بروز این سانحه و ارائه گزارش دقیق به افکار عمومی تاکید کرد. سخنگوی شورای نگهبان با حضور در برنامه صف اول به اصلی ترین کارکرد این شورا در بررسی مصوبات مجلس اشاره کرد. آقای طحان نظیف گفت از ابتدای انقلاب تا کنون 3552 مصوبه مجلس در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته. وی گفت شورای نگهبان اساسنامه‌های مصوب دولت را نیز بررسی می‌کند. با دولت چه ارتباطی داریم؟ با دولت‌های مختلف رو عرض می‌کنم. اساسنامه‌هایی که در دولت تصویب میشه برای شورای نگهبان ارسال میشه که باز بررسی بشه خلاف مواضع شرع و تو نهادهای زیر مجموعه دولت. بله. باز عددش رو بخوام خدمت شما عرض بکنم 586 اساسنامه رو ما باز به روزیم که دارم 586. بله. استاندار خوزستان و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی خوزستان با هدف برگزاری باشکوه مراسم اربعین حسینی با معاون وزیر کشور عراق و مسئولان استان میسان عراق در مرز چذاب دیدار و گفتگو کردند. دغدغه مسئولین ایرانی و عراقی آسان شدن مسیر تردد زائران اربعین است. برای رفع همین دغدغه‌ها نشست مشترک با مسئولین استان میسان عراق به ریاست آقای ریاض الخیکانی معاون وزیر کشور عراق و مسئولین استان خوزستان به ریاست آقای موالیزاده استاندار خوزستان برگزار شد. توجه به حمل و نقل زائرین داخل خاک عراق در ایام اربعین، برقراری امنیت همه‌جانبه زائران ایرانی و همچنین تأمین وسایل نقلیه مورد نیاز در سمت عراقی مرزهای خروجی ایران از جمله خواسته‌های طرف ایرانی و برنامه‌های طرف عراقی بود. کرده که معاون وزیر حمل و نقل به صورت ویژه تو این ایام در کربلا مستقر بشه و اشراف داشته باشه در خصوص بحث حمل و نقل. در پایان این نشست استاندار خوزستان از وضعیت ورودی و خروجی‌های جدید آماده شده در مرز چذابه
بازدید کرد. کلیه مواکبی که مشغول خدمت رسانی به زائرین ایرانی هستن همین خدمات رو هم به زائرین خارجی میدیم، الا در این قسمت که در خروجی دوتا میشن. با این حجم انبوه تردد اینجا رو باید به درستی کنترل بکنیم. قطعه 3000 متری از بارانداز برای ایکس ری و بحث بازکول در واقع توی بارانداز جانمایی شد. استاندار خوزستان ضمن این بازدید خواستار تسریع در روند انجام امور محوله و همیاری همه دستگاه‌های اجرایی استان مبنی بر برگزاری هرچه با شکوه‌تر مراسم اربعین حسینی امسال در مرزهای شلمچه و چذابی استان خوزستان تاکید کرد. امسال هم مانند سالهای گذشته اتباع خارجی که زائرین اربعین حسینی هستند از مرز چذابه به کشور عراق عزیمت می‌کنند. مهران نیکندیش، خبرگزاری صدا و سیما، مرز چذابه. فعالیت بزرگترین نیروگاه خورشیدی تجمیعی حمایتی کشور در اشکزر. سهامداران این نیروگاه 1000 نفر از معلولان و دیگر جامعه مددجویان بهزیستی استان یزد هستند. این نیروگاه از دهه فجر سال گذشته بهره برداری شده و همزمان 5 مگاوات برق تولیدی آن وارد شبکه برق استان شده است. یک نیروگاه خورشیدی تجمیعی حمایتی در شهرستان اشکزر. نیروگاهی 5 مگاواتی که سهامداران آن 1000 نفر از مددجویان بهزیستی استان یزد هستند. میر جلیلی مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع نیروی برق استان یزد است. نیروگاه حمایتی تجمیعی به نیروگاهی گفته میشه که به کمک سازمان هایی که یه سری مددجویان را تحت حمایت خودشون دارن به صورت تجمیعی به یک جا نیروگاه احداث میشه. این نیروگاه بزرگترین نیروگاه تجمیعی حمایتی کشور است که با سرمایه گذاری 150 میلیارد تومانی احداث شده است. به گفته فصاحت، معاون توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی بهزیستی استان یزد، ما عملیات عمران نیروگاه را از پایان مرداد ماه 1403 شروع کردیم و در دهه مبارک فجر هم نیروگاه به بهره برداری رسید. قرارداد خرید برق از چنین نیروگاه‌هایی به صورت تضمینی 20 ساله است. با این کار درآمدی پایدار برای معلولان و بخشی دیگر از جامعه مددجویان بهزیستی فراهم شده است. روستایی، کارشناس مسئول کارآفرینی و اشتغال بهزیستی استان یزد توضیح می‌دهد. به ازای هر نفر 150 میلیون تومان با عاملیت 8 بانکی که سهمیه تخصیص داده بودند وام به حسابی که پیمانکار پرداخت شده، باعث شده که یه درآمد پایداری برای افرادی که امکان ایجاد اشتغال نداشتن و سخت اشتغال بودن فراهم بشه که انشالله تا 20 سال که تضمینی هست این درآمد به حسابشون واریز بشه. این همه ماجرا نیست. قرار است طرح توسعه این نیروگاه نیز با مشارکت بخش دیگری از مددجویان بهزیستی به زودی آغاز شود. در ادامه همین نیروگاه 1000 خورشید ماندگار برای 500 نفر از زنان سرپرست خانوار و جامعه هدف حوزه اجتماعیمون یه طرح 2.5 مگاوات داریم که انشالله در همین هفته بهزیستی مراسم کلین زنی این پروژه را انشالله شروع خواهیم کرد. احداث چنین نیروگاه‌هایی یکی از برنامه‌های دولت برای تولید برق خورشیدی و ایجاد درآمد پایدار برای مددجویان سازمان‌های حمایتی است. اقدامی که در استان یزد به خوبی در حال انجام است. حدود 10 تا نیروگاه تجمیعی حمایتی داریم توی استان به ظرفیت 10 مگاوات که به بهره برداری رسیده. 11 نیروگاه تجمیعی حمایتی هم در دست اقدام هستش که حدود 8 مگاوات ظرفیت منسوب اونا هستن و تقریبا تا 4 ماه آینده این نیروگاه به طور کامل به بهره برداری خواهند رسید. خوبه بدونید مجموعه برق خورشیدی تولید شده از نیروگاه‌های در تعهد شرکت توزیع نیروی برق استان تا پایان امسال به 250 مگاوات خواهد رسید. غلامرضا استاد، خبرگزاری صدا و سیما، نیروگاه حمایتی 1000 خورشید ماندگار، شهرستان اشکزر، استان یزد. همراهی 6 میلیون مخاطب با رویداد ملی ایران برنده بازی. علاقه‌مندان به ویژه نوجوان‌ها می‌توانند با انجام بازی‌های با موضوع مقاومت در این رویداد ملی شرکت کنند. مدال ذوالفقار، جنگ زرهی،
عملیات انهدام و شبیخون. این چند بازی جزء 40 بازی محور مقاومت در پویش ایران برنده بازیه. این رو مدیر ارتباطات بین الملل بنیاد بازی‌های رایانه‌ای میگه. بستگی به کیفیت هر بازی که هستش، مراحل مختلفی که هر بازی در واقع گیم پلیش طراحی شده و نوجوانان میان مراجعه میکنن و خب الانم تو سایت خود ایران برنده بازی هر کدوم از مخاطبان برن اونجا میبینن. ایران برنده بازی عنوان پویشیه که جمعی از بازیسازانی که بازی‌هایی با موضوع مقاومت رو در کارنامه کاری خودشون دارن کنار هم جمع کرده تا حس همبستگی و وطن‌دوستی نوجوانان و جوانان رو بیشتر با جبهه مقاومت زنده کنه. ما یک جامعه آماری 6.5 میلیون نفری از مخاطبان بازی‌های مقاومتی داریم که در حال حاضر شرکت کننده ما بیش از 5000 نفر سراسر داشتیم و این خودش برای ما نقطه عطفی بوده تو این موضوع. هر بازی که میرن مراحل مختلف داره، اون مراحل رو باید طی کنن و از خودشون فیلم و عکس در صورت تمایل به صورت افقی با گوشی با تلفن‌های همراه خودشون بفرستن. در واقع دعوت میتونن بکنن در واقع نوجوانای همسن سال خودشون که به این پویش اضافه بشن. اصلا دعوتتون کنم به پویش ایران برنده بازی که شما شاد باشین و بازی کنید. ایران برنده بازی. علاقه‌مندان میتونن این بازی‌ها رو از تارنمای ایران برنده .ir به صورت رایگان دریافت کنن. متولیای بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای میگن پویش ایران برنده بازی تا آخر مرداد ماه ادامه داره. معصومه عزتی، خبرگزاری صدا و سیما. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما بینندگان محترم، صبح بخیر. این بخش رو با فوتبال انتخابی جام ملت‌های زنان آسیا آغاز می‌کنم که تیم ملی ایران با پیروزی بر اردن به مرحله نهایی صعود کرد. بانوان ملی پوش کشورمون دیشب در آخرین بازیشون در گروه A این رقابت‌ها که به میزبانی اردن برگزار شد 3-1 تیم میزبان رو شکست دادن و با 9 امتیاز به عنوان 12مین و آخرین تیم جواز حضور در جام ملت‌های آسیا 2026 رو به دست آوردن. برای ایران در این بازی سارا دیدار 2 گل و نگین زندی 1 گل به ثمر رسوندن و گل اردن را هم روی گل به خودی بازیکنان ایران به ثبت رسید. تیم ایران در بازی‌های قبلی مقابل سنگاپور و بوتان به پیروزی رسید و برابر لبنان هم نتیجه را واگذار کرد. رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های زنان آسیا اسفند امسال با حضور 12 تیم ایران، استرالیا میزبان، چین، کره جنوبی، ژاپن، بنگلادش، فیلیپین، ویتنام، هند، چین تایپه، کره شمالی و ازبکستان برگزار خواهد شد. والیبال لیگ ملت‌ها ایران حریف قهرمان المپیک نشد. در چارچوب هفته سوم این رقابت‌ها دیشب تیم ملی والیبال ایران در سومین بازیش در این هفته به مصاف فرانسه قهرمان المپیک 2024 رفت و در پایان 3-0 نتیجه را واگذار کرد. فرانسوی‌ها ستای این بازی رو به ترتیب 26-24, 25-16 و 26-24 به سود خودشون به پایان رسوندند. شاگردان پیاتزا با قبول این باخت در رده 12 جدول قرار گرفتند و کارشون برای صعود به مرحله نهایی لیگ ملت‌ها به اما و اگر کشیده شد. ملی پوشان ایران عصر امروز از 18:30 دقیقه در آخرین بازیشون در لیگ ملت‌ها به مصاف بلغارستان میرن. تشکر از همراهیتون. امروز یکشنبه 29 تیر 20 ژوئیه و 24 محرم الحرام است. اذان ظهر در تهران ساعت 12:11 و اذان مغرب ساعت 19:38 تعیین انداز می شود.
خیلی متشکریم از اینکه همراه بودید با بخش خبری ساعت 8 صبح. روز بخیر، خدا نگهدار.